بریم این ته‌انداز مرغ خیلی جذاب رو با هم بپزیم. اول مرغمون رو با پیاز و ادویه میپزیم و بعد از اینکه پخت مرغ و آب مرغ رو جدا میکنیم. یه پیاز رنده شده رو سرخ میکنیم و بهش رب گوجه فرنگی، ادویه، کمی زردچوبه، پودر سیر فراوون و آویشن و فلفل سیاه اضافه میکنیم و با هم تفت میدیم. حالا بهش آب مرغ رو اضافه میکنیم. خوشحال میشم اگه چنل رو سابسکرایب کنی و همراه من باشی. برنج شسته شده رو اضافه میکنیم و سیب زمینی نگینی و نخود فرنگی رو هم به مخلوطمون اضافه میکنیم. کف ظرفمون رو مرغ‌ها رو میچینیم و کره میذاریم. بعد محتویات قابلمه رو روی مرغ‌ها اضافه میکنیم. صبر میکنیم تا برنجمون دم بکشه و غذا حاضره. امیدوارم بپزید و لذت ببرید. سابسکرایب فراموش نشه.